وقتی همین قربی نماز شام می شود، هوای ابرناک خیلی ما نمیفهمیم در آمدن وقت. از روی همون وقت های نماز استفاده میبریم. 5 منوت پیش یا که 6 منوت پیش روزه رو میکشویم. برای دلیلش استاد من گفته بود که حدیث نمیدونیم. از وقت بر وقت شدن نادرست است. کسی که اگر از وقتی افطار 1 دقیقه پیشتر اگر روزهش رو کشاید، روزه اون باطل است، گناهکار میشد. اگر قصداً باشد و 1 روز بعد رمضان قضایی داشته میدید. با اون دلیلی که شما اون رو در نظر دارید، اون دلیل یعنی فهمیشی آدم ها از اون دلیل نادرست است. سال گذشته ما در شرح صحیح بخاری اونو شرح داده بودیم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی افطار که شد، بیگاه که شد، به بعض صحابه ها امر کردند که فرا برای من آب کش از چاه، یا اینکه آب را با سویق آمیخته کن، یعنی به خوردن آمیخته کن با حلوا. اونا گفتن که یا رسول الله حال آفتاب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم انزل فجدح لنا، فرا یعنی برای ما افطار آماده کن. یا رسول الله حال آفتاب است، حال روز است. گویدن پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میکردن؟ سپارش اجرا کن میگفتن و وقتی که آماده کرد افطار کردن. این حدیث بعضی آدم ها فهمید که یعنی حال آفتاب باشدم یا حال روز باشدم افطار کردن درست نیست، درست است گفته. اونجا پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد به اون صحابه در دیگر روایت ها میبید که گفتن که اذا اقبل اللیل من ها هنا و ادبر النهار من ها هنا، اگر شب از این طرف روی بیارد و روز از این طرف روی گردانه و غربت الشمس، آفتاب که غروب کرد، فقط افطر الصائم، در حقیقت روزدار افطار کرد. ببینید شب از این طرف بیاید یعنی از مشرق، روز از این طرف قفا گرداند یعنی مغرب، و آفتاب که غروب کرد روزدار افطار کرد. او آفتاب غروب کردگی بود، آفتاب غروب کردگی بود، وقتی شام در آمدگی بود. فقط اگر به طرف مغرب نگاه کنید سرخی آفتاب دیده میشد، یعنی آفتاب جرم آفتاب نشستگی است. ولی اگر به طرف مغرب نگاه کنید سرخی را میبینید، گویا آفتاب است، یعنی آثار آفتاب را میبینید. آثار روز اگر به مغرب نگاه کنید روز را میبینید، به مشرق نگاه کنید شب میبینید. اون صحابه فکر کرد که حال روز است، حال وقت نشده است. و البته استاد و شاگرد اگر خلاف براید قول استاد است. بنابراین موسی با وجود بزرگیشان و خضر خلاف برآمدند. برای چی این کار کردی؟ همش از روی فراموشی نبود، یکمش از برای فراموشی بود، دوم و سومش از روی غضب در راه دین الله بود. وقتی که حرمات الله تعالی پایمال میشد، پیغمبرها و پیروان آنها غضب میکردند. از جمله وقتی که یک کودک بیگناه حضرت خضر علیه السلام سرش گرفتند، موسی غضب کرد این کودکی که گناه نداره اینو برای چی کشتی؟ و وقتی که کشتی را هم شکاف کردند، گفته این کشتی مسکین ها به واسطه این ما گذشتیم، برای چی تو این کشتی را خراب کردی؟ غضب کردند. لیکن در آخر خضر حق برآمدن، موسی ناحق. همین گونه این صحابه هم بعضی ها میگوید بلال بود، یک روی میکرد که یا رسول حال روز است، حال آفتاب است. بعد در آخر پیامبر صلی الله علیه و سلم که ما دامی که شب از این طرف روی آورد و روز از این طرف قفا گردانید و آفتاب که غروب کرد، فقط افطر الصائم، در حقیقت روزدار افطار کرد. اما آن آدمایی که واقعا حال آفتاب هست، حال روز هست، حال شب نشده، حالی وقتی افطار نشده روزه هاشون میکشن، روزه هاشون باطل، از اون گرسنگی و تشنگی است و روزه شرعی نیست. بله. الله حفظتون کنه. محکم قرآن بینید ثم اتم الصیام الی اللیل، سپس روزه رو تا شب پره کنید، تا شب، یعنی شب که شد بعد روزه خورید. لیل گفت الله تعالی، صراحتا در قرآن آمده است. بنابراین در حالت روز روزه خوردن ممکنه 1 دقیقه نیم دقیقه هم اجازت نیست.
همین وقت که شد بعد میخورید.